الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این قسم چهارم از صحبت ما در جواب به ابو عبیدالله متوکل هست و در این قسمت به باقی مانده از دو سؤال دیگری که شیخ ابو عبیدالله متوکل از ما سؤال نموده اند جواب خواهیم داد. به سؤال اولی ابو عبیدالله متوکل در حلقه یا صحبت گذشته بیان نمودیم که سؤال اولی ایشان چنین بود که شما به مردم تاجیکستان حالا چی میگویید در حالی که آنان استغاثه به غیر الله میکنند و در انتخابات شریک میشوند؟ آیا آنها کافر هستند یا مشرک؟ و ما با آنها چه قسم معامله میکنیم؟ دوستی بکنیم یا نه؟ سلام بالاشان اندازیم یا نه؟ بله، ما گفتیم به ظاهر اونها نظر میکنیم. وقتی که در ظاهر اونها علامت اسلام را دیدیم و اونها خودشون را مسلمان گفتند، ما به اونها معامله مسلمانی میکنیم، سلام میدهیم. اما زمانی که در اونها شرک اکبر و کفر اکبر را دیدیم، البته تکفیر معین میکنیم. اما بالاخره یک مسئله رو میخواهم اینجا واضح بکنم. بله، به شیخ ابو عبیدالله متوکل مراجعت میکنم که اگر خواهید که در این مسائل با تفصیل صحبت‌های ما را و اعتقاد ما را بفهمید و بسنجید، شما میتوانید به اون جواب‌هایی که به دوست شما و به برادر شما یا که به شاگرد شما مبشر مسلمیار داده ایم به اون نظر بکنید. زیرا من به شما خاص به همین سؤال شما جواب داده ایستادم. اما اینجا مسائل های زیاده وجود دارد که شاید شما اون مسائل ها را هم بخواهید بفهمید، مراجعه بکنید. خواهش میکنم با تمام تواضع از شمای بزرگوار به صحبت هایی که به مبشر مسلمیار کرده ایم و جواب هایی که به مبشر مسلمیار کرده ایم، به همه این نازیکه هایی که در این باب هست و همه شبهاتی که هست و همه اعتقاد ما که وجود دارد، تکفیر عموم، تکفیر عین، در کدام مسائل شرک اکبر و کفر اکبر و غیر از تقسیمات و شبهات صحبت کردیم. و بالاخره ما وقتی که میگیم که شرک اکبر و کفر اکبر چی را در نظر داریم؟ شرک اکبر او شرک های ظاهری که وجود دارد، شرک های ظاهری، شرک هایی که خفی نیست، خیلی که دیروز بیان کردم، و مانند سجده کردن به غیر الله، طواف، ذبح و استغاثه، دعا، تشریع، حکم، طاعت، تحاکم، محبت، اراده و غیر از شرکایی که واضح و ظاهر است. و مسئله دیگر این یکم شرکی که در این ما وقتی که دیدیم کسی را یا جماعتی را حکم بالعین میمونیم که اینها مشرکند، وقتی که البته دیدیم که اینها این عمل را کردند و اکراه نشدند. و امروز ما مشرکایی که سخن در بالشون میکنیم یعنی به اختیار خود باشند و بدون اکراه باشند. و این چنین کفر اکبر وقتی که میگیم، شما ببینید که کسی که الله را دشنام میدهد، رسول الله را دشنام میدهد، دوم الله را یکم، رسول الله را مثلا دشنام میدهد، این کفر اکبری دوم. و استهزا میکند دین را یا که یکی از شاعری دین را و الله را لامکان میگوید. در این مسائل البته اینها کفر اکبر هستند، اینها کفر اکبر هستند. البته در مسئله کلام الله را مخلوق گفتن است که در این مسئله تفصیل وجود دارد که در اینجا ذکر به این ظاهر حالا داخل نمیکنیم. بالعموم انا همین 5 چیز است که ما باید بدانیم: شرک اکبر و دشنام دادن الله و دشنام دادن رسول الله و استهزاء و لامکان گفتن الله سبحانه و تعالی. در این مسائل باید بدانیم که جهل عذر نیست. در این مسائل جهل عذر نیست، زیرا این مسائل هم به میثاق، هم به عقل و هم به فطرت و هم به قرآن و هم به سنت و هم به اجماع ثابت شده است. اما باقی مانده از این دیگر مسئله ها مسائلی هست که خفی هست یا که از احکامی، از مسائل اصول دین باشد، هم از احکام است. از احکام در اون مسائل البته جهل شرعی عذر است. ما بالکل جهل رو انکار نکرده ایستادیم، بلکه شریعت رو به 2 قسم تقسیم کرده ایستادیم که ظاهر و خفی، اصول و احکام، که ما باید فرق اینها رو برویم. و سوال دومی که من میخوام الان بپردازم که شیخ ابو عبیدالله متوکل به ما سوال کردند این است که سوال دوم
به مدنی، مرجئه گفته کدام طائفه را در اصطلاح سلف میگویند. اگر با دلیل آن را سخن بگویید جزاکم الله خیرا و منتظر هستم. اینجا شیخ ابوعبیدالله میگن که منتظر هستم. در دوامش میگن بله یک سوال دیگری هم از نزدش شود که تو قبل از خواندن درس‌هاتون چی بودید؟ مشرک یا کفری یا مسلمان؟ سبحان الله. این از یعنی تلازم المذهب یا که تلازم است که حجت ندارد، لیکن جواب میگیم. بالاخره جواب اولی شیخ کی در نزد سلف مرجئه کی ها هستند با حجت، یعنی با سخنهای ذکری سخنهای سلف. مرجئه برای فهما شدن برادران و خواهران در حلقه های درسی بسیار ذکر کردیم، ولی با کم ذکر میکنیم. مرجئه لغتا هر یک کلمه‌ای که در اصطلاح شریعت استفاده شده است لغتا و باید شرعاً بین هم دیگر که فرق که وجود دارد ذکر بکنیم. البته لغتا عام است و شرع یا که اصطلاحاً در اصطلاح قاعده علما این رو چی میگن؟ خاص است. از همین جهت میگیم مرجئه در لغت معناش چی است؟ از ارجاع هست که این رو تأخیر میگن و امهال میگن، تأخیر کردن و یک کمی گذاشتن. چلی که به این سوره شعراء آیت 36 دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی میگه قالوا ارجه یعنی امهل، تأخیر، و اخاه وابعث فی المدائن حاشرین، به معنای تأخیر و تمهیل آمده است. و در اصطلاح این معنای بگیم مرجئه در لغت است. و در اصطلاح البته در لغت بعضی از علما باز سخنهای دیگری رو هم یعنی شرح و توضیحات کردن، لیکن بزرگترین شرح و توضیح همین است. و این چنین علما میگن تأخیر، ارجاع من باب چخلی که گفتیم تأخیر و امهال، این مشهورترین معروفترین در لغت است. و در اصطلاح شریعت یا که بگیم در اصطلاح قاعده علمای سلف معنای مرجئه چیست؟ چخلی که ابن عیینه رحمه الله میگویند در قرن اولین وقتی که آخر قرن اول مرجئه به وجود آمد میگن که تطلق علی فئتین، بدو فئه، بدو طائفه مرجئه گفته میشد. ارجاء علی وجهین میگن. اینا که میگن ابن عیینه رحمه الله، سفیان ابن عیینه، تابعین. الارجاء علی وجهین، ارجاء بر دو وجه است. قوم ارجو امر علی و عثمان، قومی که ارجاع کردن امر علی و عثمان را. فقد مضى اولئک، این گذشت، این به ما جایی لازمی ندارد. فاما المرجئه اليوم فهم قوم یقولون، اما مرجئه میگن در این روزی ما این یک قومی هستند که میگویند الایمان قول بلا عمل، ایمان قول است بدون عمل. یعنی مرجئه های در نزد سلف به چی معروف شده بودند؟ به کدام فهم و به کدام نمود عقیده؟ به عقیده این که ایمان قول است و عمل نیست میگفتند، عمل را از ایمان نمیدونستند. و این سخن ابن عیینه را شما میتوانید در کتاب تهذیب الاثار مجله دوم صفحه 659 ذکر بکنید. شیخ ابوعبیدالله که از ما سخنهای سلف را طلب کردند، باز یک از سخنهای آخرین اونها ابن جریر الطبری را ذکر میکنیم که بعضی ها از سلف و بعضی ها بیرون میکنند. بالعموم وفات کننده 310 هجری است رحمه الله. میگه والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت المرجئة مرجئة أن يقال إن الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء. قول درست و صحیح که سخنهایی که در بالای معنای ارجاع گفته شده است همین است که میگن ما مرجئه را ذکر کرده بودیم. معنای صحیح همین بوده است که ارجاع معنایش یعنی تأخیر کردن چیزی. و در دوام سخن در پایانترش میگن که و مؤخر العمل و الطاعت عن الایمان مرجئهما عنه، تأخیر کردن عمل و طاعت را از ایمان جدا کردن و عمل و طاعت را از ایمان ندانستن،
این مرجئ هم است، یعنی تأخیر کننده ها است. فهو مرجئی، این مرجئی هست، کسی که عمل را از ایمان نداند. غیر ان الاغلب من استعمال اهل المعرفة بمذاهب المتخلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم في من كان من قول الإيمان قول بلا عمل. یعنی معروف ترین استعمال کلمه ارجاء که در همین زمان ما است و معروف است، میگن این بوده است که معنای مرجئی در اصطلاح قاعده علمای سلف، ایمان، کسی که بگوید که ایمان قول است و بدون عمل، یعنی عمل از ایمان نیست، بگوید قول است و بلا عمل. و فی من کان من مذهبه ان الشرائع لیست من الایمان، و هر کسی که از مذهبش این باشد که شرائع از احکام از ایمان نباشد. و ان الایمان انما هو التصدیق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. یعنی ایمان را چی بگوید؟ همان فقط تصدیق است، یا که به زبان گفتن و به قلب تصدیق کردن است فقط بگوید، اما عمل خود انسان را از چی نداند؟ از ایمان نداند. انا همین ها مرجئه ها بودند. خیلی که سخنی این ابن جریر الطبری را در تهذیب الآثار مجله دوم صفحه 661 ذکر میکنید. پس استقرار بگیم، یا که مستقر اقرار معنای اصطلاحی مرجئه در نزد سلف به کدام معنا آمد؟ به معنای دومی مرجئه، که یعنی معناش چی بوده است؟ هر کسی که بگوید که ایمان قول بلا عمل، ایمان قول است و عمل نیست، یعنی عمل را از مسمای ایمان بیرون بکند، یا که بگوید که الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نه کم می شود و نه زیاد می شود. انا همین است مختصر سخن. اگر شما بخواهید ما می توانیم باز یک کمی اضافه بکنیم از سخنهای سلف در این موضوع، مثلا از سخنهای سلف این اومد، یا که از سخنهای علمای دیگر به مانند ابن تیمیه یا که ابن کثیر، که باز در باره معنای مرجئه ذکر کردند. بارک الله فیکم. اما بدانید که مرجئه دو نمود در زمان متقدمین بودند. اولی مرجئه که برآمد این مرجئه فقها بود، فقط مرجئه بود که اینها عمل را از ایمان نمی گفتند، اما کسی که عمل را کاملا ترک بکند او را کافر می دانستند، یا کسی که به شرک اکبر واقع شود او را مشرک می دانستند. چرا من این سخن را می گویم؟ زیرا که بعضی ها فکر می کنند، شاید شیخ ابو عبیدالله هم همچنین فکر کنند، و بسیاری ها مشکلیشون در اینجا هست که میگن که مرجئه فقط کسی که عمل را از ایمان نداند یا زیاد و کم نمیشود بگد، اما در مسئله کفر سخن نمیکنند، گویا که در مسئله کفر انسان مرجئه نمیشده باشد. نه، کسی که ایمان را خطا فهمید کفر را هم خطا میفهمد، یا که میشود که به واسطه کفر بعضی از انسان ها در معنای کفر، در خطا فهمی کفر شوند، مرجئه شوند. از همین جهت ما وقتی که میگیم که کسانی که جهل را مطلقاً به مشرکین عذر میدانند و علم را شرط تکفیر معین میدانند که باید برای مشرک را مشرک گفتن او مشرک علم داشته باشد، میگویند یعنی بعد از علم داشتنش اگر قصدی کفر کرده کند بعد مشرک میشود، میگن ما میگیم که انمین عین سخنی مرجئه است. اما مرجئه عادی نه، زیرا که مرجئه های عادی این سخن را نمیگفت. مرجئه های فقها که اولینش حماد بن سلیمانی که یا پیش از این یکی از دیگر ابراهیم را میگویند استاد ابو حنیفه رحمه الله بودند، اینها را مرجئه فقها را یگان نفر از سلف این امت در این مسئله عیبدار نکرده اند. ببینید مرجئه ها گرچند که تعریف یک است و تعریف دیگر هم وجود دارد. شاید شیخ ابو عبیدالله با من یک روز صحبت بکن که این تعریف دیگر است، زیرا مرجئه های اول که از نظر تابعین تعریف شدند، ابن عیینه و دیگر از قتاده و غیره، اینها مرجئه فقها بودند، مرجئه های بودند که غلات نبودند، مرجئه بودند که عمل را از ایمان نمی دانستند، زیاد و کم شدن ایمان را اقرار نمی کردند، اما از جانب دیگر کسی که عمل را بالکل ترک کند او را کافر می دانستند، یا که کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود او را کافر می دانستند. چه خیلی که این سخن من را شیخ ابو بطین در شیخ عبدالله محمد ابن پسری عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الکلمات النافعه فی مکفرات الواقع ذکر کردند. من شیخ را
یعنی مراجعت میکنم که به همین کتاب بازگردند که شیخ در اینجا اثبات میکنند که مرجئه الفقها مذهب ابو حنیفه رحمه الله عیناً مثل مذهب اهل سنت و الجماعت در باب تکفیر مشرکین سخن میکردند و مذهب ابو حنیفه هم مشرک را مشرک میگفتند. هر کسی که به شرک اکبر واقع شده باشد به سبب جهل باشد هم تکفیر میکردند و سخنهای یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف، سخنهای محمد ابن حسن شیبانی و حتی سخنهای آخری ابو حنیفه رحمه الله و دیگر از علمای شام به مانند ابو عمر حنفی شامی و دیگر از علمای متقدمین مذهب حنفی را ذکر میکنند که در حقیقت اگرچه عمل را از ایمان ندانند، اگرچه زیاد و کم نمی شود بگویند، اما از جانب دیگر کفر را چی گفتند؟ کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود تکفیر میکردند. از همین جهت در کتب فقه حنفی وقتی که نظر میکنید باب مرتد وجود دارد. نظر بکنید که مذهب ابو حنیفه در باب مرتد چگونه است. آیا جهل را عذر میدانند برای مرتد شدن کسی که سجده به غیر الله میکند، یا کسی که الله را دشنام میدهد، یا که کسی که استهزا به الله و رسول میکند؟ نه، جهل را عذر نمیدانستند. از همین جهت مرجئه الفقها را یگان نفر از سلف این امت تکفیر نکردند. هر کسی که مرجئه الفقها را تکفیر میکند یا که ابو حنیفه را، البته که این غلط است، این تکفیر بلا مکفر کرده است و البته مخالف منهج حق و مخالف منهج سلف صالح است. اما مرجئه دیگری به وجود آمد. مرجئه 7-8 قسم هستند که مثلا مرجئه فقها وجود دارد، مرجئه جهمی وجود دارد، مرجئه کرامی وجود دارد، مرجئه اشاعره و ماتریدی وجود دارد و مرجئه های اینچنین زمان عصر ما وجود دارد که بله اینها تکتیک خود را جدیگر کردن، لیکن نتیجه سخنشون باز به مرجئه ها می رود. در زمان ما هم هستند مرجئه های مثل فقها یا که مرجئه های غلط که نتیجه سخنشون غلط، اونها ظاهرا سخنشون مرجع غلط نیست، ظاهرا خودشون هم از مرجع غلط نیست، لیکن ملازم مذهبشون، تلازم مذهبشون ملزم میشوند که نتیجه سخنشون سخن جهم ابن صفوان یا که جاحظ شد. ما از همین جهت کسانی که عذر به جهل میتن میگیم که شما جاحظی شدید، زیرا که جهل رو عذر دانستن در شرک اکبر و کفر اکبر نتیجه سخن جهم ابن صفوان و جاحظ است که البته این از غلط مرجع است. انا این است یک قسم صحبت ما. و مثلا نظر بکنید به تعریف فضیل بن عیاض. معروف است فضیل بن عیاض السلف میگن که اهل الارجاء ارجاء الفقهاء يقولون الايمان قول بلا عمل. ارجاء الفقهاء، فقها مذهب ابن حنیفه اسودشون حماد بن سلیمان، اینا چی میگفتن؟ سلیمان بن حماد عذری که من حماد گفتم، سلیمان بن حماد، میگن که ایمان قول است به عمل. مذهب ابن حنیفه تصدیق است، میگن قولون تصدیق بلا عمل. لا اله الا الله میگید به قلب تصدیق میکنید، عمل نیست. اما در دوامش فضیل ابن عیاض میگن که و تقول الجهمیه، جهمی ها چی میگن؟ الایمان معرفه بلا قول ولا عمل. ببینید مرجئه های غلط رو ببینید و مرجئه های فقها رو ببینید. مرجئه فقها فقط ایمان قول است به عمل و زیاد و کم نمیشود میگن. اما یعنی قول است چیست؟ قول زبان و قول قلب. قول زبان گفتن لا اله الا الله نطق کردنش و قول قلب این تصدیق است، اقرار است. قول قلب این چی است؟ تصدیق است و اقرار است به همه اون اعتقادات نظری و علمی که این را مثلا توحید ربوبیت و ارکان ایمان و همه مسائلی که ایمان آوردن به چیزهای غیبیاتی که توحید نظری و علمی هست، این را تصدیق میکنید، اقرار میکنید. این را میگن تصدیق قلب، قول قلب. مذهب ابن حنیفه فقط با زبان گفتن لا اله الا الله و تصدیق کردن با قلب بوده است. اما عمل قلب و عمل جسم زیاد و کم شویش داخل نمی شود. اما از نظر دیگر وقتی که ما در تطبیق تکفیر نظر میکنیم، در مسئله فهم کفر نظر میکنیم، تعریف کفر، مذهب ابو حنیفه با مذهب اهل سنت بسیار موافق میاد. از همین جهت بسیار ابن ابی العز حنفی در شرح طحاوی کوشش کردند بگن که اختلاف مذهب ابو حنیفه اختلاف لفظی است، زیرا که در نتیجه تکفیر و در نتیجه شرح کفر باز نتیجه مذهب ابن حنیفه مثل اهل سنت میشه. لیکن البته این چیزی که علما میگن کمی غلط است، بلکه اختلاف مذهب ابن حنیفه مرجئه الفقها با مذهب اهل سنت اختلاف حقیقی است، مشکلی وجود دارد. اما مذهب ابو حنیفه بالاخره به کفر نرفته است در عقیدتن. چیزی که غلات ها میگند
کفر میگند و غیره. نه این چنین نیست، خطا کردند. بیاید جهمی ها رو ببینیم. اما جهمی ها که بعد از مرجئه ها به وجود آمد در آخر تابعین، اگر مرجئه الفقها اول به وجود آمده در عصر آخر ابن عباس ابن عمر، در آخر عصر از صحابگان باشد، این در آخر تابعین به وجود آمد. و جهمی ها ایمان رو میگفتند که ایمان المعرفه بلا قول ولا عمل، ایمان فقط شناخت است، تصدیق هم نیست، شناختن است، نه قول است و نه عمل است، نه به زبان گفتن نه عمل کردن، هیچ چیز از ایمان نیست. شما عملی ایمانی کنید هم یا عملی کفری کنید هم، شما نه ایمانتون به وجود میاد نه کفر میشد، بلکه به وجود آمدن ایمان یا که کافر شدن انسان فقط تعلق دارد به معرفه. معرفه همین که کسی بگوید که من الله میدونم الله هست، یا رسول الله میدونم که رسول الله است، کتاب هست، ایمان نبیارد، هم تصدیق نکند، هم اقرار نکند، هم مسلمان است. یا که بعد از این بگویم همه کفریات رو انجام بدهد، هم تکذیب بکند، هم یا که شرک اکبر کفر اکبر رو کند، هم او کافر نمیشود. انا می سخن جهم ابن صفوان است. یا که بعد از اینها کرامی ها آمدند و گفتند که ایمان قول، الایمان فقط قول گفتند لا اله الا الله گفتند. و بعد از این کلابی ها آمد، قول است و عمل وجود ندارد. و اشعری ها و ماتریدی ها، اینها همه چی هستند؟ باز همون شاگردان جهم ابن صفوان آمدند. بالاخره یکی از همون مرجئه هایی که البته سلف تکفیرشون کردن قسمان، و بعض از روایات هست که قسمی از سلف گویا تکفیر نکرد، جاحظ. اما قول راجح همین است که تکفیر کردند، جاحظ رو تکفیر کردند، فقط قتل نکردند. جعد ابن درهم رو جهم ابن صفوان رو تکفیر کردند و قتل کردند، اما جاحظ رو و ابن داود رو، جاحظ و ابن داود و اینها رو که البشر المریسی، اینها رو تکفیر نکردند. اولین کسی که جهل رو عذر گفت انا من جاحظ بود، که این یکی از همون پیروانی که بود نزدیک به مذهب جهم بود، که این چی گفت؟ هر کسی که گفت به شرک اکبر می رود و به کفر اکبر می رود، اگر ندانسته رود، این انسان معذور است. این انسان چی است؟ معذور است. حتی بعضی از علما میگن که در روز قیامت معذور نیست، در این دنیا معذور است، ظاهر احکام این دنیا معذور است گفت. اما امروزه انسان هایی که جهل رو عذر میدونند در این دنیا و در آخرت عذر میدونند. و شیخ بزرگوار سخن شما که ما در یکی از حلقه های گذشته جواب داده بودیم، حلقه دوم، شما میگید که ان شاء الله کسی که به شرک اکبر واقع میشود اجر میگیرد. میگید من نفهمیدم که این سخن شما رو باور بکنید. جهم ابن صفوان هم گفتگی نیست، در طول تاریخ هیچ کسی گفتگی نیست. البته این سخن رو شما در حالت هیجان یا در حالت عاطفه بودن بینایت عاطفگی رو به قوم خود سخت کردید و بالاخره به خاطر رحم این سخن رو گفتید. اما رحم نباید ما رو از دایره شریعت بیرون بکند. ما باید در همه حالت درباره شریعت باشیم. در دوامش فضیل ابن عیاض میگن که اهل السنه و یقول اهل السنه الايمان معرفه وقول وعمل، یعنی الايمان قول وعمل واعتقاد. و این سخن رو میتونید نظر بکنید، سخن فضیل ابن عیاض رو در کتاب تهذیب الاثار الطبری مجله دوم صفحه 182. و کی ابن جراح میگه که لیس بین الكلام الجهميه والمرجئه كبير فرق، بین کلام جهمی و مرجئه فرق سخت وجود ندارد. ما مرجئه اینجا زیاد است، ما گفتیم مرجئه الفقها دیگر است و مرجئه کرامی کلابی اینا جهمی اند. بله بارک الله فیکم. پس امام احمد ابن حنبل میگن خیلی که الخلال در لوح ذکر میکنند، در از سنت هم ذکر میکنند، الخلال در شریعت هم ذکر میکنند، مجله بگیم صفحه 96 میگن که امام احمد ابن حنبل گفتند که الجهمیه تقول اذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل بجوارحه وهكذا كفر وهكذا كفر. یعنی در جای دیگر مسئله تکفیر ابلیس سخن میکنند. جهمی ها میگفتند که کسی که به قلبش ربش رو بشناسد، به قلبش اگر عمل نکند به جسمش هم، این مؤمن است و این چنین کفر. یا که در جای دیگر میگن و این چنین کفر ابلیس، و این چنین کفر ابلیس که ابلیس چی بود؟ الله رو میشناخت اما چیکار کرد؟ او فقط اطاعت الله نکرد. پس بارک الله فیکم، در نزد گویا جهمی ها شیطان هم کافر نیست. انا این بود بعضی از سخنهای مختصری علما و ما میتوانیم باز سخنهای رو زیاد بکنیم به خاطر اینکه به شیخ رسونیم که ما کمی هم باشد طالب علم هستیم و از سخنهای علما بیرون نمیشویم. و البته که سخنهای خود رو از سلف میگیریم، خیلی که دیدید از سلف میگیریم و میشود که من سخنی
دیگر از علما رو مثلا ابن کثیر و غیره رو به شما ذکر بکنم، لیکن من فکر میکنم انا همین سخن سلف به شما کافی است. بارک الله فیکم. لیکن ابن کثیر هم آشکار و واضح ذکر میکنند که ایمان در نزد مرجئه قول است و عمل است، و قول است و اما عمل نیست، و همین رو میگند مرجئه. چخیلی که ابن کثیر در بیان سبب نامگذاری شدن مرجئه ها به این نام رو ذکر میکنند، میگن که قیل مرجئه لانهم قدموا القول و ارجوا العمل ای اخروه. گفته شد مرجئه برای آنکه آنها قول رو پیش گرفتند اما عمل رو تاخیر گذاشتند، ای اخروه. اما در دوامش گفتند که و هم اقسام، اینها قسم های گوناگون هستند، و فرق متعدده، و اینها فرق های متعدد هستند و مختلفه و مختلف هستند. في تحديد معنى الإيمان عدها الأشعري في المقالات 12 فرقة وأشهرهم فرقتان. در تحدید معنای ایمان ابوالحسن الاشعری در کتاب مقالات الاسلامیه به 12 قسم مرجئه ها را تقسیم کرده و بزرگترین آنها را به 2 قسم تقسیم کردند. و بالاخره انا همین است سخن ما در بیان مرجئه ها. اما چرا بگویم چرا ابو عبیدالله این سخن را از ما کردند؟ شاید ابو عبیدالله در حیرت مانده باشند که ما کسایی که جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر عذر میدانند اونها را مرجئه میگوییم و مرجئه الغلات هم میگیم. شیخ شاید گفته باشند که چی علاقه دارد به اینها به مرجئه ها؟ ما میگیم که علاقه در کفر است. امروز چه خیلی که ابن باز ذکر میکنند، میگن که امروز بعضی از مرجئه ها وجود دارد که در تعریف ایمان مثل اهل سنت و الجماعت تعریف میکنند، میگن که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، یزید و ینقص، زیاد و کم میشود. اما عمل رو وقتی که پرسید که رکن ایمان است یا شرط صحت ایمان است، میگن که این شرط کمال است. از 5 شرط کمال رو یا شرط وجوب رو، شرط صحت رو نمیگیرند، شرط کمال رو میگیرند. یعنی اگر عمل کنی ایمانت کامل میشد، عمل رو بالکل ترک کنی هم لا اله الا الله گویی تو مسلمانی. پس کسانی که جهل رو عذر میدهند انا همین به همین مذهب وارد میشوند. یک یا که امروز کسانی وجود دارند به مانند مرجئه هایی که چیکار میکنند؟ ایمان رو میگویند مثل اهل سنت قول است و عمل است و اعتقاد است میگویند، زیاد و کم میشود میگویند، اما در حالت کفر رو به معنای مرجئه معنی داد میکنند. زیرا که ما چگونه که ایمان رو معنی داد میکنیم، کفر رو همچنین جای برآمدن کفر رو به وجود آمدن کفر رو بیان بکنیم. این مکانی برآمدن ایمان است. به وجود آمدن ایمان از کجا است؟ از قول است و اعتقاد است و عمل است. قول زبان، قول دل، تصدیق است. عملی زبان و عملی دل و عملی جسم و زیاد و کم می شود. یکی از اینها بدونش به وجود نمی آید. هر شیء باید به وجود باشد و عمل این رکن است یا شرط صحت است که اگر عمل بالکل نابود شود آدم کافر می شود. اما این کفر رو نظر میکنیم. کفر از نزد اهل سنت و الجماعت چیست؟ کفر رو اهل سنت و الجماعت میگویند که کفر این چنین قول است و عمل است و البته معنای لغوی دارد. کفر پوشانیدن، انکار کردن و غیره و غیره. اما از کجا به وجود میاد کفر؟ کفر از قول و از عمل و از اعتقاد به وجود میآید و کفر هم زیاد و کم می شود و کفر این چنین از ترک به وجود می آید و از شک به وجود می آید. چه خیلی که در حالت بودن شک ایمان به وجود نمی آید. از همین جهت بارک الله فیکم کفر عملی در نزد اهل سنت وجود دارد. شرک اکبر، کسی که سجده به غیر الله کرد، وجود دارد. شیخ ابن باز و دیگر از علمای معاصر به مانند علی ابن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره و استاد این همه علماها محمد ابن ابراهیم آل شیخ مفتی و مؤسس جامعه اسلامی رحمه الله و این چنین شیخ احمد ابن حمود ابن عقل الشعیبی رحمه الله میگویند که کسی که ایمان را مثل اهل سنت و جماعت بیان کند اما در حالت بیان کفر و اعتقادی که در بالای کفر دارد باب کفر، او کفر را مثل مرجئه ها بیان بکند و در نزد او کسی که عمل کفری یا شرک کفری را کرده باشد کافر نشود الا به شروطی گذاشته جهمی ها یا که مرجئه ها، پس این مرجئه هست، زیرا که این اصلی اعتقادی مرجئه است. از همین جهت ما یک قاعده اصولی اهل سنت رو داریم که هر کسی که یک قول مرجئه رو که از اصلی مذهب مرجئه نیست بگوید ما او را مرجئه نمیگیم، میگیم که این قول مرجئه ها هست. اما کسی که یک اصلی عقیده مرجئه ها رو بیان کند ما یک بار به یک قولش که اصلی اعتقادی مرجئه رو بیان کرده و اقرار کرده است ما میگیم که مرجئه است. و کسی که امروز بیاید شیخ عزیز مثلا
یا دیگران بگوید که ایمان قول است و عمل است، اعتقاد است، زیاد و کم می شود. بله، اما در باب کفر بیاد بگوید که کفر هم قول است و عمل است و زیاد و کم می شود مثل اهل سنت. اما عملی کفری رو گوید که همان وقت آدم کافر می شود که دیده و دانسته کند. شرطی که شما گذاشتید، شرطی که در شروط تکفیر آقای مبشر مسلمیار او که شما رو استاد میگد گذاشت، شما کدام وقت یک آدمی که به شرک اکبر واقع شد تکفیر میکنید؟ همون وقتی که داند، یعنی همون وقتی که علم داشته باشد، یعنی همون وقتی که جهلش رفع بشود، نابود بشود، بدون جهل باشد. از همین جهت شما جهل را عذر میدونید. جهل را عذر دانستن یعنی چی؟ جهل را عذر دانستن یعنی اینکه عملی کفری همون وقت به سر انسان واقع می شود که شرک اکبر و کفر اکبر از دشنام دادن الله، استهزاء و غیره، چیزی که ما 5 تا در اول ذکر کردیم از ظاهر، مسائل نه خفی ظاهر، نه احکام بلکه اصول اعتقادی، از همین تحدیدا همین مسئله همون وقت واقع می شود که آدمی که شرک اکبر رو و کفر اکبر رو می کند، این آدم چی باشد؟ عالم به کفرش باشد، یعنی همین عملی کرده ایستادش رو دیده، دانسته، فهمیده، علمش باشد که همین سجده کردن به غیر الله این کفر است، داند، حجت و رسیدگی، فهمیدگی. و بعد از این رود، بعد از فهمیدنش هم اگر سجده به غیر الله کند، گویا که قصد کرده همین کفر کند، بعد چی میشد؟ بعد کفر میشد. انا همین از ملزمات مذهبی شما به وجود میاد. سخنی که شما میگید که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر است، ملزمی تلازم المذهب گفته یک چیزی هست که خود شما علمی میدونید، این سخن علمی هست. تلازم المذهب که سلفی اومد به تلازم المذهب سخن میکردند و طرف مقابل رو انکار میکردند و تکفیر میکردند. تلازم المذهب مذهبی شما همین است که وقتی که جهل رو عذر میدانید، پس آدمی که به شرک اکبر واقع شده است به او یک شروط تکفیر میگذارید که ایقصد الکفر، یعنی در حالت عمل کردنش کفر رو دیده و دانسته انجام بدهد، یعنی جاهل نباشد. چه که شما میگید و همین کفر رو دیده و دانسته قصد کند، یعنی کسی که کفر رو فهمیده و دانسته کفر بودنش رو کند، انمین کفر میشود در نزد شیخ ابو عبیدالله و کسایی که عذری هستند. و انمین مذهب مذهبی که است؟ مذهبی مرجعه ها هست. از این اصول مذهبی مرجعه است. پس اینها اگر ایمان را موافق اهل سنت بیان کرده باشد هم، اما در حالت بیان کفر اینها به مذهبی اصول مرجعه الغلات واقع شدند. زیرا که این سخن رو ما چرا مرجعه الغلات میگیم؟ زیرا که ابو حنیفه مرجعه الفقها این سخن رو نگفتند. این سخن رو نتیجه سخن شما چی میشود؟ کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو نفهمیده ندانسته میکند و قصد نکرده بدون علم انجام میدهد، او کافر نیست. و این سخن نتیجه مذهبی جهم ابن صفوان است و اگر قبول نکنید 100% مذهبی جاحظی و استادش ثمامه هست و بشر المریسی. و این چنین اگر خواهید که باز معلومات رو خوبتر بگیرید، این مذهبی داود ابن جرجیس است که در کتاب التقدیس النفیس که شیخ ابو بطین و شیخ عبداللطیف و عبدالرحمن یک چند کتاب ها رو نوشتند. سلیمان بن سحمان لانتصار مذهب الموحدین فی الرد علی داود ابن جرجیس نوشتند. شما نظر بکنید که نبیرگان محمد ابن عبدالوهاب چرا به داود ابن جرجیس مخالفت کردند در همین موضوع و گفتند که داود ابن جرجیس در این موضوع چی است؟ در مذهبی مرجعه غلات است. زیرا که تلازم مذهبش، زیرا که این ملزم است که وقتی که جهل رو در شرک کفر اکبر عذر میداند، پس همان وقت انسان کافر می شود که کفر رو کفر بودنش رو بداند و بعد از این اگر قصد کند و کفر رو بجورد بعد کفر می شود. در نزد شما این است، تلازم مذهبی شما این است. و علما میگویند که هر کسی که این سخن رو گوید مذهبی کی رو گفته است؟ مذهبی مرجعه رو گفته است. و ما نظر و این شروط تکفیری که شما ذکر میکنید که علم داشته باشد، به کفر جاهل باشد، این موانع تکفیر است. از این مراد که باید علم داشته باشد و این شرط تکفیر شما است. یکی از شروط هایی که شروط مرجعه ها هست این است که چی است؟ قصد الکفر، ایقصد الکفر، کفر بودنش قصد کند و داند، یعنی دانسته کند، قصد کرده کند، بعد کفر میشد. اگر جاهلانه کند کافر نمی شود. و البته این مخالف مذهبی سلف صالح است و این مذهبی مرجع است و این شروط هم شروطی مرجع گذاشته است.
زیرا که در نزد سلف این اومد شروط تکفیر به چی داخل میشد؟ ای یقصد الفعل، کسی که فعل قصد کرد، اگر فعل قصد کرده باشد و همون فعل ندانسته باشد که کفر است یا شرک است، در این حالت او به کفر واقع شود. کفر هم بر وی واقع میشود، شرک هم بر وی واقع میشود. اما کسی که ای یقصد الکفر میگوید، این شروطی گذاشته تکفیر. یعنی ما دوش یک ببینید یک شرطی که به همدیگر نزدیک است در شروط تکفیر، دو کلمه‌ای که به همدیگر نزدیک است، ای یقصد الفعل، این شرطی گذاشته اهل سنت. ای یقصد الکفر، این کلمه گذاشته شرطی گذاشته اهل بدعت از مرجئه ها. ای یقصد الفعل معناش چی؟ یک انسان قصد کند یک عمل انجام دادنشه، اما عمل نمیداند که کفر است یا شرک است، نمیداند که این چی است، کفر است و شرک است، و میگوید که این ایمان است، این ثواب است، گفته انجام میدهد، اما همون عمل قصد کرده رفت کرد، پس این مشرک میشود، به اختیار خودش، اکراه نباشد. اما ای یقصد الکفر بگویم معناش این است که این انسان این کفر رو دید، دانست، فهمید که این کفر است، بعد از این همین کفر انجام دادنشه نیت کرده رفته کرد که من همین کفر حاضر میکنم. گفت این چنین انسان حالا وجود ندارد. یگان نفر از انسان من کافر میشوم یا کفر دانسته رفته انجام ندهد، همه از سبب جهل میشن. بیاید سخن علما رو به شما ذکر بکنم در این باب و حالا فهمیدید که از کدام جهت ما میگیم که این سخنی چی است؟ سخنی مرجئه غلط است. جهل رو عذر دانستن زنده کردن مذهبی جهم است، زنده کردن مذهبی جاحظ است، و در باب تکفیر زنده کردن مذهبی غلط است، مرجئه است. ابن جریر الطبری در تفسیرشون مجله 15 صفحه 428 در زیر قول الله سبحانه و تعالی که در زیر سوره کهف و 103 تا 104 نظر کنید، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگو آیا خبر بدیم به شما به خسارت زدگان در عملهایشون خسارت دیدند، آنهایی که راه گم زده اند در حیاتشون خسارت دیدند، گمراهند، راه گم زده اند، اما و هم یحسبون، آنها گمان میکنند، میپندارند که یحسنون صنعا، آنها چی کردند، این راهشون خوب است. یعنی مشرک ها شرک را میکنند و باز گمان میکنند که این کارشون خوب است و هدایت است، اما اینها چی هستند؟ اینها مشرک هستند و گمراه هستند و ضال و مضل هستند. در زیر همین سخن، در زیر همین آیت ابن جریر الطبری میگویند و هذا من ادل الدلائل على خطأ قول من زعم انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يقصد الى الكفر. و این ادل الدلاله یک دلیل آشکار واضح است، قاطع، یک دلیل آشکار واضح قاطع است بر خطا بودن سخن کسایی که دعوا میکنند که انسان کافر نمی شود به الله، یگان نفر کافر نمی شود به الله مگرم از جهتی که قصد به سوی کفر داشته باشد. در دانش میگن که بعد العلم بوحدانیت، یعنی بعد از علم به یگانگی الله داشتنش، بعد از علم داشتن قصدی کفر کند، بعد کافر می شود. و این سخن چی بوده است؟ این سخنی خطا بوده است و این سخنی مخالف قرآن بوده است که انمین سخن شما است شیخ، سخن شما و سخن کسایی که جهل را عذر میدانید. زیرا که جهل را عذر دانستن این چی گفتن است؟ او عالم باشد کافر می شود. پس اگر عالم باشد و بعد از عالم شدن کفر را انجام بدهد، پس این سخنی مرجئه است. و در دوامش البته ابن جریر الطبری سخنهای زیاد گفتند و ذلك ان الله تعالى ذكر واخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الايه ان سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون انهم محسنون في صنعهم ذلك، واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بآيات ربهم ولو كان القول كما قال الذين زعموا انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يعلم. در دوامش ابن جریر تبیر میگن که اگر سخن کما قال الذين زعموا بمانند به همچنینه که میگو کسانی که دعوا میکنند باشد که اونها میگویند کسی کافر نمیشود به الله مگرم در از جهت علم داشتن، یعنی اگر علم داشته باشد مشرک میشد، اگر جاهل باشد مشرک کافر نمیشود. اگر همچنین سخن باشد لوجب ان يكون هؤلاء القوم منا في عملهم الذي اخبر لله عنهم انهم كانوا يحسبون في انهم يحسنون صنعا كانوا مثابين ماجورين عليه. اگر ما میگویند مثل
назар кунем, касҳое бигӯем ки агар сухани ҳамонҳое дуруст бошад ки даъво мекунанд ки одам агар илм дошта бошад кофир мешавад, ҷоҳил бошад, ба ширки акбар воқеъ шавад, кофир намешавад. Агар сухани инҳо дуруст бошад, дар ин оят омада инсонҳое ки Аллоҳ онҳоро гумроҳ гуфту инҳоро кофир гуфт, инҳо кофир набояд мешуданд, балки инҳо савоб мегирифтанд. айнан сухани шумо ҳаст. абу убайдуллоҳ ибни ҷарири табари гӯё ки шуморо гуфта истодааст ки агар сухани касҳое ки бигӯянд ки одам кофир намешавад магарам аз ҷиҳати илм, агар илм дошта бошад кофир мешавад, агар илм дошта набошаду ҷоҳил бошад кофир намешавад бигӯем, пас воҷиб мешавад ки ин қавмҳое ки Аллоҳ хабар дод ки инҳо ширкро мекунанд, куфрро мекунанду боз гумон мекунанд ки инҳо амали хуб карда истоданд, пас инҳо савоб мегирифтанд, бояд аҷр мегирифтанд. кану мутhabina маъҷурина алайҳа валакинна алқавла бихилафи ма қалу, балки қавли саҳеҳ ба хилофи сухани инҳо аст. فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة. الله بما جل شأنه خبر داد که اینها به الله کافرند با وجود این که علم ندارند، با وجود این که جاهلند و همانو که عملهایشون حبطه است، یعنی نابود است. البته شما شاید میگید مثل مبشر مسلمیان میگید که این آیاتها به کفار نازل شد، به مسلمان ها دخل ندارد. و روایت ابن عمر می آورد که خوارج‌ها هستند که آیاتها را میبرند و به آیات‌هایی که به بالای اهل بگویم کتاب نازل شده را به بالای مسلمان ها تطبیق میکنند. ما به این جواب شامل و کامل و وسیع داده ایم و این سخن ها بیفایده است، زیرا که انمین آیت را ابن جریر تبری و دیگر علمای اهل سنت حجت می آورند و می گویند که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. عبرت به عموم لفظ قرآن است، نه به خصوص سبب. اگر ما هر یک معنای آیت را به سبب خصوصی سبب تعطیل بکنیم، عبدالرحمن ابن حسن در دوره رسانه میگن که هذا کفر عظیم، این سخن کفر بزرگ است، این سخن را آدم عاقل ذره ایمان داشته باشد نمیگوید. میگن و شیخ الاسلام ابن تیمیه به این سخن رد میزنن که نباید ما آیات ها را تعطیل بکنیم، بلکه هر چیزی را که الله به اهل کتاب تعطیل کرد بگویم تحذیر کرد. الله هر چیزی که به اهل کتاب تحذیر کرد ما هم به همون شامل میشیم. الله به اونها گفته باشد که شما علمای خود را رب گرفتید، شما مشرک شدید، پس اگر این امت هم علمای خود را رب گیرند مشرک میشوند. الله اینچنین هر چیزی که اونها را نکنید از باب شرک و کفر گفته باشد، این به ما هم تعلق دارد. و هر حکمی که به بالای اونها گفته باشد که ای امتی که شما امتی موسی هستید، عیسی هستید، ابراهیم هستید، نوح هستید، اونها موحد بودند در اصل، که فلان کار را کنید مشرک میشوید، همین چیز به امتی ما هم تعلق دارد که فلان کار را کنه مشرک میشه. زیرا که دین عام ما گفتیم که این الانبیاء اخوه و دینهم واحد، دین توحید واحد است. ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام تیمیه در کتاب سارم المسلول مجله دوم صفحه 339 ذکر میکنه که بالجمله فمن قال او فعل الكفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. و بالجمله که ما بالعموم که گفتیم و بالجمله فمن قال بله و بالجمله هر کسی که گفت او فعل الكفر، هر کسی که گفت یا انجام داد چی رو؟ کفر رو، سخن کفری و فعل کفری رو انجام داد، کفر بذلک، به این کفر می شود. و ان لم یقصد، اگر چی قصد نکرده باشد، یعنی علم ندارد و قصد هم ندارد، یعنی نمیداند، اگر چی نداند و قصد کفر نکند. کدام وقت قصد میکنید؟ همون وقتی که دانید که این کفر است و بعد از این کفر کردن رو قصد میکنید. قصد به این به وجود میاد. از همین جهت کسی که قصد نکند کفر رو، پس همون چیز رو کفر بودنش رو نمیداند. و ان لم یقصد، یعنی اگر چی علم نداشته باشد، قصد نداشته باشد، همون کفر رو، کفر بودنش رو نداند، شرک بودنش رو نداند و انجام بدهد هم، یا که و ان لم یقصد یکون کافرا، اگر قصد نکند کفر شدن رو هم، اذ لا یقصد الکفر احد الا ما شاء الله، کافر میشود. زیرا که کفر رو قصد نمی کند بسیاری انسان ها مگرم همون کسی که الله خواسته باشد. بله، خصوصا در باب شرک بسیاری انسان ها کفر رو قصد نمی کند. شیخ عبدالله بابطین في الرد على من حصر الكفر في المعاند كما في درر الثاني، یعنی از سخن شما کسایی که جهل رو در شرک اکبر و کفر اکبری که ما اون 4 تا و 5 تا که در بالا ذکر کردیم عذر میدهید، پس شما گفته ایستادید که کفر فقط یک نمود است، کفر معاند، یعنی کسی که شرک اکبر رو، کفر اکبر رو
از سجده کردن به غیر الله و استهزا و دشنام الله، اینها کسی که دانسته کند کفر می شود، این رو کفر معاند میگن. دیده و دانسته قصداً انجام میدهد، کفر معاند. فقط همین یک نمود کفر قبول دارید، زیرا که شما علم رو شرط تکفیر میدانید، علم رو شرط کفر او میدانید و شاگرد شما تو غلو میکند که تکفیر معین رو یک مفتی باید حجت رساند، حجت باید فهم داشته باشد، حالا که شرط صحیح فهم شرط صحت حجت نیست. و در این مسئله من امیدوارم شما خوب مطالعه میکنید. بالعموم کفری در نزد شما چی وجود ندارد؟ جهل وجود ندارد. ما دو نمود کفر داریم، کفر معاند و کفر جهل. در دور السنیه مجله 12 صفحه 84 و 85 میگن که فمن خص ذلك الوعید بالمعاند فقط و اخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك ولم يقيد ذلك بالمعاند. پس هر کسی که خاص وعید رو، یعنی تکفیر رو، وعید رو به یک مشرک و کافر معاند میداند، یعنی یک آدمی که علم دارد و دیده و دانسته شرک رو کند، انمین کافر می شود و به همین وعید تعلق دارد میگوید. و اخرج الجاهل و جاهل رو و متأول رو و مقلد رو از وعید بیرون می کند، زیرا که در نزد این فقط کفر معاند وجود دارد، کفر جاهل متأول مقلد قبول نمی کند. این چنین آدم کی بوده است؟ شاق الله و رسوله، مخالفت کرده است الله و رسول را. و خرج عن سبیل المؤمنین، و از سبیل مؤمنین برآمده است. و من یشاقق الله و رسوله من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، انا همین آیات به داخل میشد. البته شما این آیات رو هم برای جهل و عذر بدنش میارید، ما میگیم که این آیات به تکفیر عقوبت تعلق دارد. این آیات به روز قیامت به عقوبت این دنیا و به عقوبت آخرت تعلق دارد، اما تکفیر اسم تعلق ندارد. ما این به شاگرد شما مبشر مسلمان رو جواب دادیم. و در دامش میگن که همه فقها صادر میکنند در باب حکم مرتد، حکم مرتد را به کسی که شرک را انجام داد و مقید قید کرده، خاص ذکر نکردند که فقط معاند مشرک می شود اما جاهل متأول مقلد باشد این مرتد نمی شود، نگفتند. این سخن را شما پیدا کردید و این سخن را اول از کی پیدا شد؟ از جاهز پیدا شد. پس در این باره سخنهای با زیاد ما وجود در نزد ما وجود دارد. سخنهای علما بینات خصوصا از ابن تیمیه، ابن کثیر و سلف این امت که قصد نیست. ما با چیز بگوییم؟ با چی بگوییم؟ سخنی بربهایی رو میاریم که میگن که لا نخرج من هذه القبلة ما احدا من هذه القبلة. خیلی که این سخن محمد ابن عبد البربهاری در کتاب تمهید ذکر میکنند و در کتاب السنه ذکر شده است. شرح السنه ابو محمد البربهاری وفات کننده 329 هجری میگن که ما از این ملت، از ملت اسلام هیچ کسی را بیرون نمیکنیم. کسی که ظاهرش اسلامش به یقین ثابت شده است بیرون نمیکنیم به گناه عادی تا همان زمانی که از او صادر نشود چی؟ ذبح کردن به غیر الله، سجده کردن به غیر الله، بگویم به احترامی و استهزا و دشنام الله سبحانه و تعالی. وقتی که همین کارها رو کرد و اذا فعلوا ذلك، اگر سجده به غیر الله کرد، این کارها رو کرد، لا اله الا الله میگفت و خودش منتسب به اسلام بود، بعد از این به ما چی است؟ وجب علیک ان تخرجوا من الاسلام، به تو واجب است که از اسلام اینو بیرون بکنی. تکفیری بارک الله فیکم عذر المشرک. پس سخن رو دور دراز نمیکنیم زیرا که 49 دقیقه شد و سخن حالا هم طولانی شود بینهایت زیاد است. اما سوال آخرین ابو عبیدالله رو نظر میکنیم برای اینکه مسئله رو بینهایت طولانی نکنیم. بله، یک سوال دیگر هم از نزدش شود که تو قبل از خواندن درس هاتون چی بودید؟ مشرک یا کافر یا مسلمان؟ اولا ما حکم میکنیم که هر کسی که از پدر و مادر مسلمان تولد شد او حکمش مسلمان است و هر کسی که از پدر و مادر کافر تولد شد او حکمش کافر است و در حالت کودکیش اگر بمیرد از اهل فطرت است و در روز قیامت امتحان میشود، فرزند کافر. و اما به بلاغت رسد او کافر است، اگر حجت رسد البته جهنمی میشد، اگر حجت نرسد امتحان میشود. بالاخره فرزند مسلمان وقتی که از پدر و مادر مسلمان تولد دادن مسلمان است
اما من به شما میگویم که من از خردسالیم بحمدالله به لا اله الا الله تربیت شدم. از خردسالیم، از زمانی که مکلف نبودم، در سن تمیز، الحمدلله لا اله الا الله رو میفهمیدم. و ما در تاجیکستان در مدرسه ها تعلیم گرفته بودیم در همه خردسالی. والله قسم به الله من همین خودم یک نمونه زنده هستم که تکفیر مشرکین این یک چیزی هست که براءت از مشرکین، تکفیر مشرکین، براءت از شرک مشرکین، این یک امر فطری هست و این به این عقل سالم هم دلالت میکند و به این ظاهر قرآن دلالت میکند. من فطرتاً وقتی که همون قرآن رو میخوندم، البته ترجمه های تاجیکیش رو میدیدم، فارسیش رو، در همون خردسالیم با وجود این که سخنهای علما رو در تکفیر مشرکین ندیده بودم، در براءت از کفار مشرکین ندیده بودم، با وجود ندیدن این بظاهر تلاوت قرآن من از تمام مشرکین براءت میکردم. اما نمیدونستم که این مسئله رو جهل عذر است یا نیست، این رو نمیدونستم، لیکن ظاهر قرآن مرا همچنین تعلیم داده بود و من بغض عداوت شدید داشتم. و حتی ما در سن جوانی، در کودک بگیم در سن جوانی، کودکی نباشد هم، کمی در سن اولی سرشوی بلاغت، بارک الله فیکم، حتی ما بدون اینکه جهل عذر است یا عذر نیست، اون کسانی که به سر قبر می رفتند اونها رو مشرک می دونستیم و حتی مبارزه شدید به مزارها می بردیم و کسانی که از برادرهای تاجیک با همراهی من بودند در همون خردسالی می دونند و این سخنهای ما را شاید گوش میکنند. ما یک چند نفر بودیم که یک چند مزارهای بزرگترین منطقه را سوزانیده و نابود کرده بودیم در خردسالی، در حالتی که من بعد از تعلیم گرفتنم فهمیدم که مزار را باید نابود کرده شود، در حالت قدرت یک لحظه هم نباید باقی ماند بود. اما من این رو نمیدونستم، من این سخن علما رو نخونده بودم، من در سخن علما رو نخونده بودم که مشرک رو باید مشرک گفته شود. اما من وقتی که قرآن را، سوره بقره و قرآن رو ختم می‌کردیم، می‌دیدیم، مراجعه و قصص و انبیا رو با زبان فارسی می‌خوندیم، سیره پیامبر رو من وقتی که خوندم، انا همین چیزها عموما و فطرتم منو همچنین تربیت کرده بود که ما شرک رو انجام ندادیم، الحمدلله در عمرمون شرک رو انجام ندادیم، کفر اکبر رو انجام ندادیم، الحمدلله. ما توحید رو، ظاهرش رو بالعموم، عموما اگر به تفصیل نباشد هم عموما فهمیدیم و عمل کردیم و با مشرکین رو مشرک و از همون مکانهای قبر براءت اعلام کرده بودیم. از همین جهت پیش از این که من خودم رو بگویم که من بارک الله فیکم به مدینه رفتم، من خودم رو البته چی حکم میکردم؟ مسلمان حکم میکردم. اما مسلمانی که امروز و مسلمانی که اون روز آیا فرق دارد یا ندارد؟ بله، در تحقیق توحید فرق دارد. تحقیق توحید چقدر علم انسان زیاد شود، یقین که زیاد می شود با علم و بعد از این یقین، علم زیاد شود، در اساس علم یقین زیاد می شود و در اساس یقین صدق زیاد می شود و در اساس صدق محبت زیاد می شود و در اساس محبت اخلاص زیاد می شود و در اساس اخلاص قبول شما با سختتر و در اساس این عمل شما زیادتر می شود. و از همین جهت انسان عالم و البته که تحقیق توحیدش از انسان جاهل خوب است. جاهل، البته ما وقتی که جاهل میگیم کسی که بالعموم توحید رو میداند، عموما ظاهرا توحید رو فهمیده است اگرچه تفصیلات رو ندانسته باشد. لا اله الا الله رو معناش رو میداند و میداند که مشرک است، قبر نباید پرسته شد. از همین جهت میگیم که کسایی که قبر رو میپرستند مشرکند، زیرا که یگانه پرستی الله به میثاق، به فطرت و به عقل و به قرآن و به سنت و به اجماع ثابت شده است. اگر به انسان عاقل باشد و پدر و مادرش او را گمراه نکند، قرآن و سنت نباشد هم، و غیر الله را نمیپرستد، غیر الله را به عقل خودش نمیپرستد اگر عقلش سالم باشد. زیرا که همون فطرتی که به همون فطرت انسان تولد می شود همین است. کل مولود یولد علی الفطره فاباه یهودانی و یمجسانی و نصرانی. بارک الله فیک. پس انا همین است جواب ما. لیکن این سوال شما سوال اینقدر یعنی علمی این چنین نبود، سوال آخرین، و با همین ما سخن را نسبت سوالهای داده ابو عبیدالله به پایان میرسانیم. لیکن اگر چی سخنی من طولانی بشود، من به ابو عبیدالله یک چند کتاب ها را ذکر میکنم در مسئله شرک اکبر، تا که این کتاب ها را یک نظر کنند که ما سخن ها را از کجا میگیریم. البته
کتاب‌های خاصی در این باب نوشته شده است از علمایی که معاصر هستند و از علمایی که از بگویم بارک الله فیکم قدیم هستند یا از علمای نجد هستند. ما به شما این علما رو بالعموم ذکر میکنیم. امیدوارم که انشالله شما از این کتاب ها استفاده میرید. حالا ببینید از علمای بارک الله فیکم نجد ابن تیمیه رحمه از علمای نجد محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب تارک التوحید بگویم مفید المستفید فی حکم تارک التوحید یک کتاب دارند و در این کتاب آشکار و واضح بیان کرده اند که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر در اسم حکم عذر نیست، اما در عقوبت و تکفیر عقوبت یا تکفیر معذب هم میگن یا تکفیر حکم هم میگن عذر است. و نام کتاب را هم نظر بکنید، مفید المستفید فی حکم تارک التوحید. کتاب دوم عیناً کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب در همین مسئله، شما نظر بکنید به کتاب کشف الشبهه یا کشف الشبهات و در این کتاب هم آشکار و واضح بیان میکنند که جهل در شرک کفر اکبر عذر نیست و منهجمون رو ما از همونجا گرفتیم. و این چنین بارک الله فیکم شما نظر بکنید به کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. مثلا بالعموم در کتاب مجموعه الفتاوا مجله 20 صفحه 37 و 38 رو خوب مطالعه بکنید که تکفیر اسم تکفیر معذب رو و در دیگر جاها نظر بکنید جدا میکنند. و این چنین به کتاب پیش از شاگردی بگیم به شاگردی ابن تیمیه به کتاب طریق الهجرتین به باب طبقات الجهال طبقه 17 نظر کنید. طریق الهجرتین طبقه 17 طبقه چندم 17 بارک الله فیکم نظر بکنید در مسئله جهل و عذر نبودنش. و این چنین به کتاب خیلی که گفتیم ابن محمد ابن عبدالوهاب مفید المستفید فی حکم تارک التوحید و کتاب الرسائل والمسائل یا که در کتاب تاریخ النجد و کتاب کشف الشبهات و کتاب دور رسانیه نظر بکنید. البته که در اونجا در این باب آشکار و واضح ذکر شده است که جهل در شرک کفر اکبر عذر نیست. و پنجمین یا ششمین کتاب علمایی که میگیم اون کتاب هایی که فرزندان شیخ محمد ابن عبدالوهاب در تکفیر معین نوشته‌اند، بمانند عبدالله پسر محمد ابن عبدالوهاب کتابی که نوشتند کلمات نافعه فی مکفرات الواقع. این کتاب رو بنده مطالعه کردم که در اینجا شرک اکبر واقع می شود اگر انسان جاهل باشد. یا که کتاب دیگر شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین عبدالله ابن عبدالرحمن در کتاب معروف به کنیه ابو بطین در کتاب انتصار لاهل التوحید یا که انتصار لحزب الله الموحدین می نویسند و در باره معنای اقامه حجت ذکر میکنند که در اقامه حجت فهم شرط نیست، علم رساندن شرط نیست و در مسئله حکم تکفیر معین در شرک اکبر و کفر اکبر واقع شده میگند و در مسئله العذر بالجهل در اونجا ذکر میکنند که در شرک کفر اکبر و عذر و جهل نمیشود، البته مسائل ظاهری که ما ذکر کردیم و حکم اهل فطره رو ذکر میکنند. و کتاب دیگر اون چه که کتاب رو شیخ عبدالرحمن ابن حسن علامه مجددین ثانی که در همون علمای نجدستان میگویند و فرزندشون عبداللطیف نوشتند به مانند تأسیس التقدیس بارک الله فیکم. و یا این چنین کتابی که شیخ عبدالرحمن ابن حسن نوشتند الادله والبراهین یا کتاب شیخ عبداللطیف نوشتند. کتاب رو یا عبدالرحمن یا شیخ عبداللطیف نوشتند بیند کتاب ضرور است الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل في اصول الدین. بینید کتابی مهم است ذکر میکنند نظر کنید. یا که نظر کنید به کتاب شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب یک از علمای بزرگ نجد که در تکفیر معین می‌نویسند. نام کتاب تکفیر معین و الفرق بین قیام الحجه و فهم الحجه. این کتاب رو مطالعه بکنید. در همین مسئله ما بین اختلاف شدید در فهم حجه با مبشر مسلمیان کردیم که فهم حجه رو او ضرور می‌داند، حالا که فهم حجه ضرور نیست در این مسئله. و کتاب دهم یا نهمی که در این باب ذکر می‌کنیم کتاب شیخ سلیمان ابن سحمان است رحمه الله، یکی از بزرگترین علامه اهل سنت و جماعت در علمای نجد که کشف الشبهتین یا که در کتاب کشف الاوهام و تمییز الصدق نوشته‌اند. بارک الله فیک در درونش آشکار در همین باب صحبت کردند. یا که در کتاب اجماع امه المحمدیه فی تکفیر معطله الجهمیه
إجماع الأمة المحمدية إجماع أمة النبوية في تكفير معطلة الجهمیه در اینجا هم جهل عذر نبودنش یک جهتش ذکر کردند. و کتاب دیگر بارک الله فیکم اون چه که یک لجنه دائمه که در عربستان سعودی است و خودش ما کلمه لجنه دائمه رو میفهمید، علمای کبار که جمع شدن نیستند، کبار علما به مانند ابن باز، ابن جیرین، فوزان و غیره نوشتند و این لجنه دائمه این وجود دارد. و این چنین شیخ ابو علا راشد و کتابی که در مسئله عذر الجهل و حل الجهل عذر نوشتند یا که حکم تکفیر معین رو، و کتابی که ابن باز نوشتند در مسئله، یا که بگم خود ابن باز ننوشتن، فتواهایی که ابن باز گفته در این کتاب نوشته شده است، و یک رساله مختصری که شیخ فوزان نوشته است، و کتابی که شیخ التبیان فی حکم من یتوفون بالقبور الانبیاء و صالحین گفته شیخ محسن العباد محدث عصر نوشته است. بارک الله فیکم. یا که اون چه که نوشته شیخ ابن باز و غامدی در کتاب عقیدة الموحدین و الرد على الضلال والمبتدعين نظر بکنید، یا که به کتاب الدرر السنیه جزء دهم صفحه 63 67 93 95 103 146 239 233 338 351 500 نظر کنید، یا که جزء 11 صفحه 15 صفحه 33 صفحه 72 76 448 و این چنین زیاد. درر السنیه این مسئله پور است، از اول تا آخرش ذکر شده است. و نظر بکنید به علمای دیگر به مانند علی بن خدیر الخدیر که در مسئله حل التتمه فی العذر بالجهل گفته بینوات اجماع علما رو در این مسئله و غیره رو با سند ذکر میکنند. و این چنین نظر بکنید به کتاب صالح آل شیخ، و این چنین بارک الله فیکم کتاب های خاصی که در این مسئله نوشته است زیاد است، و یک از کتاب هایی که در این مسئله نوشته شده است شیخ بدر العتیبی و بینات کتاب قوی هست، و بدر الغامدی بینات کتابی که این چنین کتاب قوی در همین بابی العذر بالجهل است، و شیخ حسن حسین آدم الصومالی در مسئله العذر المشرک والجهل در این مسئله، و دیگر از علما که ما میتوانیم سطحهای دیگر رو مثال بیاریم. پس شما نظر بکنید و مذهب سلف امت رو نظر بکنید، و در مسئله تکفیر مرتدین و جهل عذر بودن یا نبودن از کتاب‌های سلفی که هست متقدمین نظر بکنید به کتاب تفسیر فی معالم الدین ابن جریر الطبری، و نظر بکنید به تقسیمات و تفریعات شیخ عبدالله الغلیفی رحمه الله، و نظر کنید به شیخ بارک الله فیکم خالد بن المرز الغامدی. عموما این علما انا این همه کتاب ها رو نوشتند از علمای کبار و از بزرگان. با همین این صحبت رو به پایان میرسانم. چرا من این کتاب ها رو گفتم؟ زیرا در یکی از صحبت ها شیخ ابو عبیدالله متوکل با صدای بلند میگویند که ای کسانی که در یگان مسئله با ما مخالفت دارید کتاب رو بیارید و به ما بیان کنید، ما تابع به قرآن و سنت و حجت و فهم سلف صالح هستیم. مرحمت به شما، اگر شما در حقیقت صادق باشید انا این کتاب ها به شما و این صفحه های کتاب نظر بکنید و در اساسی نه تعصب، نه در اساس تحقیر، نه در اساس دفاع نفس، نه در اساس کبر و غرور، در اساس حق کوی، حق فهمی، در اساس زنده کردن قرآن و سنت و منهج سلف صالح و در اساس اخلاص به الله و صدق نظر بکنید به این کتاب ها. من امیدوارم که اگر در همین اساس اخلاص و صدق نظر بکنید، در حقیقت همون دعوایی که کردید که شما اگر کتاب رو بیارید ما میشنیم صحبت میکنیم، من این کتاب ها رو ببینید همین دعواتون صحیح باشد و درست و صادقانه گفته باشد، فقط شعار نباشد، شما حق رو خواهید نخواهید قبول میکنید، زیرا که این یک مثل آفتاب رفشن است. و بله بسیار سخن زیادی که شما در صحبت هایتون میکنید البانی میگوید و البانی رو زیاد که میگه شاید از البانی گرفته باشید که جهل رو البانی در دشنام دادن الله حتی عذر میدونند، در شرک اکبر عذر میدونند. اما ما از علمای دیگر چی داریم؟ نقل ها داریم که البانی در آخر توبه میکنند. خیلی که شیخ صالح این رو نقل کرده. اگر به شما ضرور شود من این مقاله های شیخ رو ذکر میکنم. پس اگر به البانی تکیه بکنید، البانی هم در آخر توبه کردند از این مسئله بعد از بحثی که شیخ صالح الوهیدان و غیره میکنند. پس بارک الله فیکم. پس
اگر شما قبول کردید این به منفعت خود شما است و به دلالت به صدق و اخلاص شما میکند، البته در اساس قرآن و سنت. و اما اگر مثل مبشر مسلمیار به طعنه زدن و به خوارج گفتن و به متهم کردن و بدون حجت، حالا که منهج خوارج رو ما به شما ذکر کردیم که خوارج که هستند، همه رو این چنین کردن باشد، البته این باز خود شما رو واضح‌تر و روشن‌تر میکند. با همین سخن رو به پایان میرسانیم و این آخرین سخن ما نسبتش ابو عبیدالله متوکل بود و دعا میکنیم که الله این ایشان را از این ظلم ظالمان و از این زندان طاغوتان بیرونشان بکند و ما و آنها و همه را به حق بازگرداند و ثابت قدم در حق نگه بکند. و میگویم که اللهم رب جبریل و اسرافیل و میکائیل انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.